سرخط خبرها: ریدی مهاجران در مسجد بازداشته و اخراج کردند. ترامپ از اوکراین خواست فوراً با روسیه ملاقات کند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید. امروز دوشنبه 12 می. ماموران پلیس، کارمندان FSB و گواردیای ملی روسیه در شهر چلیابینسک رید گذرانده چندی از مهاجران را بازداشت و اخراج کردند. به گفته مقامات رید در مکانی بود و باش مهاجران غیر قانونی گذرانده شد. دفتر مطبوعاتی سررئیست وزارت کارهای داخلی روسیه در این ولایت خبر داد که نیروهای امنیتی خوابگاه و مهمانخانه‌های خرد، مسجدها، اینچنین جایهای کار خارجیان در بازار و انبارهای سبزوات در چلیابینسک را تفتیش کردند. به اطلاع منبع، مهاجرانی که قاعده‌های بود و باش در کشور را رعایت نمی‌کردند، آشکار شده آنها را به وطنشان اخراج کردند. شماره مهاجران اخراج شده در این عملیات گفته نشده است، اما مقامات خبر دادند که تنها در 4 ماه سال جاری در ولایت چلیابینسک 854 نفر شهروندان خارجی از ورود به کشور محروم شدند. علاوه بر این 530 پرونده جنایی مربوط به مهاجرت غیر قانونی بررسی شده است. دادستانی کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اول امسال اعلام کرد که در سال 2024 بیش از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. حامیان حقوق مقامات روسیه را برای پایمال حقوق مهاجران، فراهم نکردن شرایط درست کار و زندگی و فشار و اذیت تنقید می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اوکراین دعوت کرده است که برای مذاکرات با روسیه فوراً راضی شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است که روز 15 می در استانبول مذاکرات کنند. در این باره ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است. اما از این پیام ترامپ برمیآید که وی به شرط کلیدی اوکراین برای آغاز مذاکرات یعنی آتشبس 30 روزه اصرار نکرده است. این در حالی است که آتشبس از جانب رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دستگیری شده با امریکا نیز موافقه شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان آتشبس به اوکراین نیست. جای این پوتین پیشنهاد کرده است که روز پنجشنبه در ترکیه برای مذاکرات درباره پایان احتمالی خونریزی ملاقات کند. اوکراین باید فوراً به این ملاقات راضی شود، نوشته است ترامپ. اما در عین زمان گفته است شبهه دارد که اوکراین میتواند با پوتین به سازش بیاید. اعلان پوتین درباره مذاکرات بعد از آن صدا داد که روز 12 می کیև آمادگی خود را برای آتشبس 30 روزه اعلان کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از برخی ترامپ در تلگرام نوشت که اوکراین انتظار است تا اینکه فردا آتشبس کامل و پایدار آغاز گردد تا شرایط ضروری برای دیپلماسی فراهم آورده شود. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ارسال دستگاه موشکی فتح 320 را به روسیه رد کرده است. خبرگزاری رویترز روز 9 می با تکیه به 3 منبع خبر داد که ایران در تدارکات برای ارسال دستگاه موشکی فتح 320 به روسیه است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام امنیتی غربی و 1 مقام منتخبی گزارش داده است که ارسال این سلاح کمک تهران برای ادامه جنگ روسیه در اوکراین است. اما نمایندگی ایران در سازمان 10 می گزارش را ادعای مسخره‌آمیز خواند و افزود که خبرگزاری رویترز همچنان به نشر اتهام‌های بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران دوام می‌دهد. تا زمانی که مناقشه بین طرفین ادامه داشته باشد، ایران از ارسال هر گونه کمک نظامی به هر یکی از طرفین خودداری می‌کند، نوشته است خبرگزاری دولتی ایران از قبل نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد. موشک بالستیکی فتح 320 با برد 120 کیلومتر از نوترین سلاح‌های ایران است. تحلیلگران میگویند روسیه میتواند از این سلاح برای حمله به نیروهای اوکراین در خط اول جنگ استفاده کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
12 مای روز بین المللی پرستاران یا همشیره‌های شفقت است. آنها همکار و یاوران مهمی طبیبان میباشند و در دوره پاندمی کرونا ویروس بسیاری‌ها در تاجیکستان شاهد کار و زحمت سختشان بودند. از سال 2000 هر روز 12 مای در تاجیکستان روز ششمقام تجلیل می شود. این موسیقی سنتی کسبی میراث هنری قرن‌های گذشته است و به خاطر حفظ مکتب ششمقام خوانی در تاجیکستان اکادمی مقام هم عمل میکند. پژوهشگران میگویند که بخشی از آهنگ‌های ششمقام به دوران باربدی مروزی خونیاگری درباره ساسانیان برمیگردد و آن با موسیقی‌های سنتی رایج در ایران، ترکیه، آذربایجان و عراق و کردستان رابطه قوی دارد. یکی از نمایندگان برجسته مکتب ششمقام تاجیک برنا اسحاق و هم روز 12 می در سال 1927 تولد شده است. برنا اسحاق و 74 سال عمر دید. این نماینده یهودیان بخارا تمام عمرش را به رشد موسیقی کسبی تاجیک از جمله ششمقام بخشیده است. سال 2001 در اسرائیل درگذشت و در یک قبرستان بیت المقدس مکان آخرت پیدا کرد. چون همیشه در این قسمتی برنامه از قربی از اور میگویم صبح امروز 1000 روبل روسی برابر است به 126 سومانی، 100 یورو به 1175 سومانی و 100 دلار 1041 سومان مقرر شده است. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق میکند. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید به ما نویسید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.